بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جمعه 22 جدی 1402 محمد نسیم خرم رئیس فدراسیون کوهنوردی ولایت غور و استاد جان محمد حیدری قهرمان پاور لیفت تن مرد آهنین و مرد برفی افغانستان قهرمانان کوهنوردی این کشور با ابتکار جدید بعد از طی نمودن 20 کیلومتر قله 3500 متری سیاه‌کوه ولایت غور صعود نمودند و این قله را نامگذاری کردند در بالای این قله که به نام بلندترین قله سلسله کوههای سیاه‌کوه ولایت غور است تابلو آن را در هوای طوفانی نصب نمودند. این برنامه کوهنوردی استاد جان محمد حیدری با هماهنگی آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت و با حضور استاد خرم رئیس فدراسیون کوهنوردی انجام شده است. هدف فدراسیون کوهنوردی ولایت غور و تیم کوهنوردی این فدراسیون این است که می‌خواهند تمام قله‌های مرتفع و بلند این ولایت را نامگذاری کرده و ارتفاعات آنها را نیز مشخص بسازند. ریاست عمومی تربیت بدنی و المپیک افغانستان و فدراسیون کوهنوردی کشور هیچ نوع توجه برای کوهنوردان افغانستان ندارد. استاد جان محمد حیدری مدت 11 سال می‌شود کوهنوردی می‌کند. به تابستان امسال قله 5600 متری شاه فولادی کوه بابای افغانستان فتح نمود و 2 ماه قبل هم در ایران سقر کرده بود و قله دماوند کشور ایران را نیز صعود نمود. باید حکومت و مردم افغانستان این قهرمانان کشور خود را حمایت کنند. استاد جان محمد حیدری میگوید که اگر دولت و یا مردم من را اسپانسر کنند پلان دارم که در سالهای 2024 و 2025 قله نشاط بدخشان افغانستان را با بعد قله کیدو پاکستان را با همچنان بلند ترین قله جهان که در کشور نیپال است صعود و فتح کنم. باید چنین ورزشکاران شجاع این کشور حمایت شوند.